من نادر فسادالله در صنف نهمی ناحیه عبدالرحمن جامی مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 42 تحصیل کردم. اینک یک چند مسئله دستای من را میتوانید شما ببینید. یکمین چیزی که ساز کردم پستالتی رزین پرونک برای کودکان بازی خیلی جالب. قوطی را تال چینده میتوانیم و یا به نشانه گیریم و زنیم. ما میتوانیم 4 تا تیر به این پر کرده بعد باز زنیم. این برای یگان حفظ مانده برای شیشتن و رفتن آدمان در حوض میمونیم. این میرود لطکا. این برای دهات دریل که دریل شکاف کنک شکاف میزند. مرحمت اینک با شما شکاف کرده میدیم. و چهارمین اختراع من این لطکه آبی با واسطه باد حرکت می‌کند. وقتی که پر کردیم وقتی که این چوب رو میمونیم وقت چنی در کاری باد را سر میدیم بعد که موندیم این به حرکت می‌دراید در درون آب. این هم برای دهات چیزی که سیمنت شورک سیمنت شوریده میتوانیم با واسطه این باز برای حرکت در آورده سیمنت رو خیلی هم خوب شوریده میتواند. این سیف اختراع من سیفی که برای کودکان پلاندازد. بعد کد دارد. مرحمت اینک پول نه سیفی من. این برای سیمنت بلوک برداشتن برای خانه‌های داشتانه میتواند سیمنت یا که یگان چیزی ضروری رو بردارد. مثلا با مثل این برداشته بر دیگر جا رسانیده ماند. تو چنین در کاریمان میتوانیم از هر دویش استفاده برای اینک ماکت های ساز کردگی من برای دهات. برای چی شما همه این اسباب های ساختگی رو برای دهات میگویی؟ شهر با ممکن است می؟ شهر اینا بسیار کم و میخورند. اینها رو در دهات بسیار دیدن ممکن است. کرانی باربردار از تخت ساختن در کار که اقلا وزنی انچه را برداشته تواند. این رو فقط در دهات نه در همه جایی که ساختمان ها وجود دارد از این کران شما استفاده بودن ممکن است. من گلاب محمدجان خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 8 شهر لیوکن میباشم. به انرژتیک در عصر 21 گویم پیشروی وجود ندارد. انرژتیک میباشد که تمام ساحه‌ها با پیشرفت خود ادامه میدهند. مخصوصا جناب عالی تاکید نمودند که سیستم انرژتیکی ما یکی از بهترین سیستم‌ها در جهان به شمار می‌رود. من از همین حساب به ساحه انرژتیک توجه ظاهر نموده گیس نیروی برقی آبی شهر لیوکن را در شکل ماکت در اینجا آورده ام. در اینجا این قسمتی آباندار میباشد. مقدار ضروری آب را ذخیره نموده پس آن بر لوله ها روان مینماییم. آب با پره ها زده پره ها دور میزنند و اگریگات ها را دور میزنند. برق حاصل شده به ترانسفورماتورهای شدتشان بلند میرود و ترانسفورماتورهای شدتشان بلند و شدت پس کننده آمده از اینجا تقسیمات شروع میگردد. در اینجا 2 اگریگات فعالیت نموده. یک اگریگات در حالت ذخیروی باقی میماند چون که در حالت های تعمیر طلب گشتن آنها میتوانیم از این استفاده بریم. ما در اینجا در جای 5 تا اگریگات موجوده. ما حالا 3 اگریگات خوابانیده ایم و در وقت زیاد بودن آب ما میتوانیم 2 اگریگات دیگر در اینجا گذاریم. گیس ما از 2 آبپرتو عبارت بوده. در وقتی آب زیاد شده یا موس را تازه نموده این آب برآمده میرود. این از شکل این جایگاه اگریگات ها قسمتی
او ذخیره گردوندن آب و این جایهای کارگرانی همین گس میباشد. نیروی برقی آبی جهت خوبی اون است که این بی‌ضرر است و آب رو ما میتوانیم ذخیره نماییم. دیگر مثال هستند نیروهای اتمی و دیگر اینها با اتمسفر هوا ضرر رسانده مردم رو بیمار می‌سازند. ما سیستم ما بهترین بوده و کسی ضرر نمیرساند و من در آینده میخواهم یک متخصص در ساحه برق شده با ملت خلق تاجیک خدمت نمایم. مقصد اساسی همین مکه کردن در چی بود شما؟ مقصد اساسی این در این است که من خواستم به همه رسانم که نیروی برقی آبی ضرر ندارد. مثال هستند نیروهایی که اتمی و دیگر جهت خطرناکیشون زیاد است. نیروی برقی ضررش کمتر است و آب ما میتوانیم ذخیره کنیم در حالت‌هایی که مثال آب کم میشود، از این آب استفاده بردنش هم لازم است. همین نیروهای برقی که حضور شما مکتش ساختین خودی هنوز سربان در همین شکل است ها؟ کدام سال ساختگی است؟ این شکل مثال طرز درست جای به جای کردن است. ما ایرو نیروی برقی آبی شهر لوکان یک اپراتور ما در این یک تغییرات دیگر کدام سال ساختگی است؟ با فکرم از سالهای 65 از سال 1965 تا سالهای همین 72. حالا دیگر نیروی برقی که حضور میشد مثلا راغون ها همین طرز ساخته شدگی است. هر نیروگاه هر یک راه و اصول سیستم خود را مثال نیروگاه آبی برقی راغون در درون کوه در درون تونل ها ساخته شده است. نیروگاه برقی آبی نورک باشد پیش دریا را گرفته شده است. هر طرز و اصول خود را دارند. موفقیت با شما.